میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه. به خاطر همین ما فکر کردیم که یه ویدیویی درست کنیم از مشهد که مثلا من با بادیگارد و خواننده و اینا هم، ولی خیلی ناراحتم. بعد یکی یکی لباسامو میذارم و میرم پابوس امام رضا و حتی کفشام هم در میارم، به بادیگاردا میگم نیام پیاده میرم و اون نشون میده که حتی اگر آدم معروفی بودی، آدم پولداری بودی، حتی اگر خواننده بودی، هر چی بودی، امام رضا ماست. و این خیلی مهمه. یک کسی از این نویسندگان مصری میگه که در مورد حضرت علی میگه که ما نباید علی رو مثل نگاه خودمون معرفی کنیم، یعنی قشری مربوط به یک گروه خاصی، مربوط به یک دسته خاصی، مربوط به یک انسان. میگه که ما نباید علی رو مثل نگاه خودمون معرفی کنیم، یعنی قشری مربوط به یک گروه خاصی، مربوط به یک دسته خاصی، مربوط به یک امام علی ابن ابی طالب معرفی میشه به عنوان نسخه برای انسانیت. این کتابی هم که جورج اوداف نوشته امام علی صوت عدالت انسانی. ما اگر بیایم از یک وقت می‌دونیم مثلا جوری معرفی کنیم امیرالمومنین به عنوان دریا، یه وقت هم می‌تونیم معرفی کنیم به قدر حوض خونمون. این همین نگاهی که شما میگید امام رضا دریاست. این دریا رو همه میتونن از این دریا استفاده کنن، همه، حتی کسی که مسلمون هم نیست حتی، اما میتونه درس عقل، انسانیت، توجه به مردم از امام رضا بگیره. درسته؟ 100% اصلا فرض کنید کسی مسلمان نیست. من ایرانو دارم، مادرمو دارم و پایبند به یه قلب و یه کلید پروردگار. منظورش اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم همدیگه رو، ولی عشق از اون کلیدایی که باز میکنه دیگه، از اون کلیدایی که دست ماست، نه از اون کلیدای الکی. عرضم به حضورتون که همیشه به خاطر تیپ و قیافم قضاوت شدم، ولی به خودم قول دادم که اگر که همه جا برسم پشت آقا، برسم پشت اسلام و الان برسم پشت شما، که بتونم خودم رو ثابت کنم و بگم به خاطر قیافم منو قضاوت نکنید. من دلم با اسلام، دلم با آقاست، دلم با حاج آقاست، دلم با امام حسینمونه، به خاطر اینکه من از بچگی مدعی امام حسین بودم، زنجیر میزدم. و حالا درسته که در این بین من همیشه گفتم میگم اگر تتوی فرهنگ بدی بودم من خودم قربانیش شدم، اینو من اختراعش که نکردم. توی قلب بلاد کفر مگه باشه، ولی دلش و عملش جوری باشه که مردم رو نسبت به خوبی‌های واقعی آشنا کنه، ارزش‌های واقعی دین آشنا کنه، بسیار خوب. در صورت منم از دیدارتون خیلی خوشبختم. قربان شما برم، خوشی کشم. و از این نیت پاک و صافت که باعث افتخار ارزشمنده برای ما واقعا، یک جوان اینطوری با اینقدر اثرگذاری، باعث افتخار. هم کارات اثرگذاره، من کارات شما رو بعضیاشونو، حالا من که وقت نمی‌کنم، دوست دارم همه کارا رو ببینم، اون کاری که گاهی شاهدشیم یا میشنویم الحمدلله کارای خوبی الحمدلله و اثرگذاره. دعا میکنیم که انشالله جناب عالی همیشه ثابت قدم باشه. قربون شما برم. باعث افتخار ماست اگه بتونیم قدمی برداریم تو این راه. واقعا میگم من همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم و انشالله که خیلی آهنگ مثبتی بوده. حالا اگر که اونی که آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هست، کی خوندید شما اینو؟ اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون. 1 سال. خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش. البته برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره. خودش برکت داره. حالا اگر بتونیم برای ویدیوش هم آقا ما یه فکری کردیم که همه فکر میکنن که امام رضا فقط مال آدمای مذهبی، در صورتی که ما میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه. به خاطر همین ما فکر کردیم که یه ویدیو